پدرم اومدن. ها؟ ایستو، من خودم میکشویم. ایستو. یگید اصلا؟ بله، من همسر اون کس میشم. این بسته برای اون کس. وزنین است. اگر خواهید من اون رو در یگونجا میگذارم. البته میتوانید که در اینجا مونید. در اینجا امضا گذارید. البته. تشکر. با شما هم تشکر. شب خوش. شب خوش برای کار. این چیست مادر جان؟ نمیدونم. شاید همکارانی پدرت روان کردن. نه پدرت که اومد خودش میکشوید. خیز رفته کلچقن رو میبینیم. ها؟ بیا رفته. پسر جان همه این رو در کجا گذاریم؟ انا اکنون انیق پدرت اومد. این رو در دستت گرفته در خونه درون پنهان شو. پیدا با اینجا انا میخیل. خوش آمدی؟ عزیزم ما رو ببخش، کلید رو در درون ماشین فراموش کردم. هیچ غم نی. این چیست؟ نمیدونم. با تو روان کردند. کی روان کرده است؟ اهمیت ندادم. او وزنین است. با گمانم دوستانت از جای کارت روان کردند. یگید تو چی کار میکنی؟ انا از من رو ببینش. بگیر سونا یکون چیز بده که اون رو کشایم. مادر جان ترد رو کی میخوریم؟ پسر جان اول خوراک میخوریم بعد ترد رو میبریم. میلش رو کمی بازی کن. آفرین. کجا این دخترتون اومد؟ بیاید. پدر جناب نمید من رو با کجای فرستادن میخواهم. هیچگاه نرو. با جای کسی دیگر رو بفرست. صفیه با دستانت نشان نده.
تو اون فیلم رو تماشا نکرده ای؟ وای از مینه سرش زر میخورد و همشیره به خاطر تبابت یافتنش. مینه سر خود رو میدهد. با گمانم فیلم چونی بود. تو تماشا نکرده ای؟ در تلویزیون نمایش داده بود. تماشا نکردم صفیه. تو در آرایش موی سری من یگان تغییرات رو مشاهده نکردی؟ ولدن میدونی من با صبری تو حواس میبرم، چون که میدونی که من به این اهمیت نمیدیم. تو باشی باز امید میبندی. مشاهده کردم یا نکردم گفتنت کفایه است. هر یک سخنی مرا تو به خاطر دل مانده کردنی من به ضد خودم استفاده میکنی. چرا چونی میکنی؟ برای اون که نمیفهمی. چی رو نمیفهمم؟ هیچ نمیفهمی اون چیزی رو که تو در آنجا میخوایی چونی نمیشود. فرهاد اصلی کجا شدند؟ آبیدین به فرهاد زنگ بزن فهمیم که آنها در کجایند. جنید تو زنگ بزن، قوه تلفنم تمام شده است. الو؟ فهمو تشکر. آمدن در نزد درآمدگاهند. فهمو